اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام هموطنان و همزبانان عزیز، آنهایی که در وطن هستید و یا خارج از وطن در غریبی هستید. رحمت پروردگار و درود الله یگانه و یکایک شما در هر کجایی که در گوشه و کنار این دنیا باشید. امروز همراه شما درباره 10 روز آخر رمضان صحبت میکنم. اگرچه میدونیم که الکی 4 روزش رفت، دیگر 6 روز ماند، باز هم خواستم درباره غنیمت دانستن این دهه آخر و یا 6 روز باقی مانده همراه شما یک صحبت داشته باشم. و عزیزان، نمیدونم این فقط برای من است یا برای همه شمایان هست که شاید که از زود گذرترین رمضان در حیات من همین رمضان بود که گویا دیروز از آمدنش به شما خبر میدادیم، انا امروز باشد از رفتنش یکدیگر رو آگاه میکنیم که میگویم دیگر داریم روزهای واپسین و روزهای آخری رمضان را پس سر میگذرانیم. پس اینجا باید، چون روزهای با شمار از ماه رحمت، از ماه مغفرت، از ماهی که این ماه نظیر ندارد باقی مانده است، میخواهم یک صحبت همراه شما داشته باشیم که دیگر روزهای بقیه رو ما چطور باید سپری کنیم و آیا همه فرصت ها از دست رفت و یا هنوز هم برای شخص مسلمان فرصت باقی مانده است با عبادت های خود با طلب استغفار و پشیمانی از گناه میتواند بنده با تقوای یا بنده در نزد پروردگار خود باشد. پیش از همه عزیزان، در ما حدیث در صحیح بخاری مسلم است. حدیث حضرت عایشه است که میگویند وقتی دهه آخر میشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم کان احیا اللیل و ایقظ اهله و شد میزر. پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام شب را بیدار خوابی میکردند، تمام اهل خود یعنی عائله خود را بیدار میکردند که الان شب خواب رفتن نه، این شبها رو باید با عبادت ما بیدار خوابی کنیم و این چونین کمر خود را به عبادت میبستند، یعنی عبادت هایی که در 20 روز پیشتره رمضان نکرده بودند در 10 روز آخر رمضان میکردند. و ببینید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط یگانه خود عبادت نمیکردند، ایقظ اهله، خویش و تبار خود را، همسران خود را، فرزندان خود را، حتی حضرت فاطمه که شوهر دارند و فرزند دارند بیدار میکردند که اهل بیت محمد برخیزید که الان شبهای غفلت و خواب نیست، ما باید این شبها رو که دیگر این شبها پیدا نمیشود با بیدار خوابی یعنی با عبادت پروردگار سپری کنیم. پس اینجا بعضن حیران میشوید که چرا پیامبر محض در دهه آخر رمضان اینقدر به عبادت میچسبیدن یا گفتیم کمر میبستن و این گونه عبادتی که در دهه آخر رمضان در پیامبر دیده میشد در 20 روز پیشترش دیده نمیشد. اگرچه در ما حدیث حضرت عبدالله ابن عباس است که پیامبر صلی الله علیه و سلم عبادت علل خصوص خیری که در رمضان میکردن در دیگر ماه‌ها نمیکردن و حضرت عایشه میگویند عبادتی که در دهه آخر رمضان میکردن در دیگر وقتها نمیکردن. پس چرا مخصوص دهه آخر بود عبادت پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ پیش از همه عزیزان، دهه آخر رمضان الکی انتهای رمضان است، الکی رمضان را ما داریم گسل میکنیم و این را هم باید بدانیم که در ما حدیث پیامبر است که الامور بالخواتم یا اینکه انما الاعمال بالخواتم، تمام کار بنده ها وابستگی دارد به آخرش. هر کاری که آخرش خوب شد دیگر او خوب است، هر کاری که پایانش و دست دیگر آن کار هیچ ثمره ندارد. برای همین انسان هایی که تمام عمر خود را در خیر و در نیکویی در عموما عمل های صالح عبادت سپری کردند، اما پیش از مرگ خود یا در آخرهای عمر خود با بداخلاقی، با جاسوسی، با مردم فریبی یا عموما با یک گناه های دیگر شناخته شدن، کسی از آنها یاد خیر نمی کند. میگن آره انسانی خوب بود اما در اول همه جا را رسوا کرد. برای همین حتی دعای پیامبران است، چی دعای حضرت سلیمان، چی دعای حضرت یوسف، عموما دعای پیامبران است که میگفتند توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. پروردگارا
اگرچه من پیامبر بودم، عمر خود را در عبادت تو، در دعوت به سوی دین تو سپری کردم، از تو میخواهم مرا مسلمان جانم را بگیر. یعنی خاتمه عمر مرا طور کن که من مسلمان از دنیا بروم و الحقنی بالصالحین و مرا به زمره صالحان پیوست بکن. یعنی در آخرت من همراه انسان های صالح باشم. این دعای پیامبران بود و یعنی انسان نباید هرگز مغرور شود که من خیلی کار کردم، من خیلی کارهای خوب انجام دادم. نه، این نمل اعمال و بالخواتیم. هر یک کار آخرش مهم است. آخرش مهم است که آخرش را چگونه انجام دادیم، چگونه که وقتی با یک شناس شدیم، با یک مدت ها مناسبت خوب داشتیم، اگر یک در آخران با ما مناسبتش خیلی بد شد، دیگر از او هرگز یادی خیر نمی کنیم. اما برعکس با یک مشکلی داشتیم در آخر همراه او دوست شدیم، مناسبت ما خوب شد، از او همیشه با خیر یاد میکنیم. عملهای بنده، عمر انسان هم این گونه است. و عیناً ماه رمضان را هم که پیامبر صلی الله علیه و سلم علل خصوص 10 روز آخر را که دیگر ماه دارد از ما می رود، با عبادت های مخصوص، یعنی با کاملا بیدار خوابی و این چونین خیش و تبار خود را که شما هم باید بیدار باشید میگذرانیدن. و چیزی دیگری که پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی در دهه آخر به عبادت مشغول بودند و به همین دهه خیلی اهمیت میدادن، این است که در این شبها شب لیلة القدر است، یعنی شبهای قدر است. و در ما حدیث پیامبر است که من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدیث در بخاری مسلم است. هر کسی که شبهای قدر را با ایمان به الله و با مقصدی طلب اجر کردن، نه به خاطر مردم که همه بیدار هستند، نه، به خاطر آنکه پروردگار به خاطر بیداری هم که من برای تو بیدار خوابی میکشم به من اجر ده گذرانی، تمام گناه های او بخشیده می شود. از اینکه در این دهه آخر شبهای قدر است و این یکی از سر و اسرار پروردگار است که برای ما شب قدر کدام شب است و ما نگفته است. در ما حدیث است در بخاری مسلم، دیگر کتاب های سنن، که پیامبر صلی الله علیه و سلم کان یتحروا فی اواخر العشر من رمضان. پیامبر در دهه آخر رمضان شبهای قدر را جستجو میکردند و این چونین پیامبر خودشان هم به ما میگویند که شما شبهای قدر را در دهه آخر علل خصوص شبهای طاقه‌اش جویا شوید. و در بعضی حدیث ها شب 21 23 25 27 که الکی فردا ان شاء الله ما شب 25 داریم، شب گذشته شب 23 بود، یکی از شبهای قدر بود. در بعضی حدیث ها مخصوص شب 25 شب 27 شب 29 آمدگی هست. ببینید که از اینکه ما فقط یک شب عبادت نکنیم و فقط همین شب قدر است گویان بقیه شبها رو با خواب و غفلت سپری نکنیم، کدام شب قدر است، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای ما مخصوصا 100% نگفتن، بلکه گفتن در دهه آخر و علل خصوص در شبهای طاقه‌اش جویا شوید. و عجیبش از این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم کلی دهه آخر رو با عبادت میگذرانیدن و حتی اعتکاف می نشستن. یعنی مردم رو کناره می گذاشتن، با مردم مشغول نمی شدن، حتی همسران خود را کاملا یکسو می گذاشتن، یعنی از همخوابگی و از حیات عائلوی دور می شدن. 10 شب فقط در مسجد، فقط مشغول عبادت به پروردگار، مشغول نماز، مشغول ذکر سپری میکردن. یعنی این دهه گویا که خالص برای تو پروردگار است که من به کسی کار ندارم، نه به اهل و عائله‌ام، نه به مردم، نه به امور دنیا، که پیامبر در وقتش خود رئیس یک دولت هم بودن، خلیفه هم بودن، که الکی کل مسلمان ها زیر قانون پیامبر که قانون اسلام با زندگی میکردن. ببینید یک سرلشکر، یک شوهر، یک پدر، یک نفری که هم قاضی هست، هم امور دنیا در دستش هست، مناسبت ها بین دولت ها، مناسبت ها بین روم، بین فارس، نه، 10 روزی آخری رمضان رو دنیا رو با اهلش کنار میگذارد و میگوید من این 10 شب رو فقط با عبادت میگذرانم. و همین فقط کافی نیست، همسران خود رو، اهل بیت خود رو هم بیدار میکردن که شما هم باید در این شبها با عبادت سپری کنید. چرا؟ چون آخر رمضان است و این چونین شبهای قدر در این شب هست که
شبهای قدر رو خیلی که پیشتر هم گفتیم لیلة القدر خیر من الف شهر. کسی که شب قدر با عبادت گذرانید، برای رضایت الله کوشش کرد، گویا که 84 سال یا دقیقاً بگویم 83 سال و 4 ماه فقط در عبادت بود. ما تمام عمرمون چقدر کوشش کنیم هم 84 سال عبادت کرده نمیتوانیم. میدونید در یک روز شاید فقط 1 ساعت یا از آن کمتر به نماز مشغول هستیم و به ذکر و به نیاز. اما الله میگه خیر من الف شهر. شما اگر شب قدر رو، حالا نمیدونم 21 است، 23 است، 25 است، 29 است، مهم یکی از این شبها شب قدر است و شما باید جویا باشید و تمام این شبها رو غنیمت دانید، چگونه که پیامبرتان غنیمت دانست. اگر عبادت آن شب رو به دست آوردید، گویا که شما 84 سال یا 83 و 4 ماه کامل در عبادت بودید، به هیچ چیز مشغول نبودید و با عبادت سپری کردید. پس اینجا یک مسئله دیگری هست که بنده میخوام تذکر دهم. این است که خواهران هستند، برادران هستند، عموما عزیزان هستند که میگویند تا امروز رمضان رو با غفلت گذرانیدم، دیگر رفت، من دیگر 24 روزش رو با مشغول با تلفن بودم یا تماشای بلاگرها بودم یا سریال ها بودم یا عموما مشغول کار دنیا بودم و نه طعم عبادت رو چشیدم. گویا که از روزه فقط به من گرسنگی و تشنگی بود که من عموما نمیدونم چی طور من این 24 روز رو گذرانیدم و دیگر بقیهش رو هم میگذرانم و با همین یک ناامیدی در قلب آنها جایگیر است. یعنی میگویند من این همه روزها رو در غفلت سپری کردم، چگونه میتوانم بقیه‌اش رو با عبادت سپری کنم؟ عزیزان، گناه کردن مسئله هست، ناامید شدن از آن هم بدتر گناهی کبیر است. این وعده الله هست در سوره زمر. الله میگوید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بگو ای بنده های الله، ای انسان هایی که به نفس خود ظلم کردید، اسراف کردید، گناه کردید، شما گناه کردید، لا تقنطوا من رحمت الله، ولی از رحمت الله ناامید نباشید. هنوز فرصت هست، هنوز هم می توانید به الله برگردید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله تمام گناه ها رو می بخشد، کل گناه ها را وقت بنده توبه کرد می بخشد، حتی شرک اکبر باشد، حتی کفر بر علا باشد، حتی زنا و فحشا باشد، حتی عرق نوشی و قماربازی باشد. هر گناهی که از شما توبه کردید الله می بخشد. و جز بعض گناه ها هست که از جمله حق الله و حق بنده است. مال کسی را دزدیدی به او باید برگردانی، کسی را غیبت کردی در حق او باید دعا کنی که جبران شود یا بخشش پرسی، یا به مال کسی خیانت کردی مال او را برگردانی. یعنی بعض گناهایی هست که حق مردم هم هست که باید آن را اول انجام دهید، سپس توبه شما قبول می شود. اما از گناهایی که فقط بین بنده و بین الله هست، مثل ترک نماز، مثل زنا یا مثل عموما شرک و از عبادت ها دور بودن، وقتی انسان خالصانه به الله برمیگردد، این وعده الله هست ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله تمام گناه ها را میبخشد. پس آنهایی که میگویند نه من این 24 روز را در غفلت گذرانیدم دیگر چیکار کنم، نباید ناامید شد. شاید شب قدر فردا هست، 25 رمضان، یعنی شب 25 رمضان. شاید که بعد از 2 روز دیگر هست شب 27، شاید که شب 29 است. مهم در ما حدیث در صحیح بخاری هست اگر ما ببخشید شبهای قدر رو با عبادت و با ایمان به پروردگار سپری کردیم، تمام گناه های گذشته ما مغفرت می شود، تمام گناه هایی که ما کردیم بخشیده می شود و انسان گویا که از مادر به دنیا می آید معصوم و بیگناه، این گونه بعد از رمضان هم بیگناه می شود. پس اینجا چیزی دیگر هست، ببخشید که یکم سلفه دارم. در ما حدیث در ترمذی هست، وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره شب‌های قدر صحبت میکنند، بسم الله، حضرت عایشه میگویند پیامبر الله اگر من شب قدر را دریافت کردم چی بگویم؟
یعنی چگونه دعا کنم. نگاه کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیگویند بگو که الله مرا به جنت بر، بگو که الله به من ثروت های دنیا را ده، یا اینکه بگو که الله به من فرزند بده. عموما پیامبر یگان دعا را به حضرت عایشه یاد نمیدهند، بجز اینکه میگویند بگو اگر شب قدر را دریافت کردی یا در شب‌های توقع رمضان هستیم و دیگر میگیم انشاءالله که امشب شب قدر است، چون شب‌های قدر علامت‌های خود را دارد، آرامش دارد، هوا نه سرد است و نه گرم است، عموما یک شب‌های آرام است و فردایش آفتاب چگونه که باید درخشان باشد این گونه نمی درخشد. پیامبر میگویند عایشه در شب‌های قدر این دعا را بخوان: اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. پروردگارا تو بخشنده هستی و این چنین بخشیدن را دوست می‌داری، مرا ببخش، از گناه‌های من بگذر. و عفو گناه یعنی کاملا گناه را از بین بردن است. ببینید که حضرت عایشه همسر پیامبر هستند و درباره همسران پیامبر، اهل بیت پیامبر آیات‌های قرآن کریم است و ایشان از اهل جنت هستند. باز هم پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عایشه میگویند در شب‌های قدر دعا بکن که پروردگار گناه‌های مرا ببخش. پروردگار انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو از من بگذر که من گناهگار هستم و گناه‌های مرا کاملا از بین ببر. ببینید عزیزان، مسئله استغفار کردن، مسئله طلب آمرزش کردن و گفتن به الله که تو بخشنده هستی، چگونه که خودت را در قرآنت ذکر میکنی: غفور رحیم تواب شکور رحمان رحیم. چگونه که تو خودت را وصف میکنی پروردگار که تو بخشنده گناه ها هستی، تو توبه پذیر هستی، تو هر کسی که به سوی تو برگشت با غرق گناه، با در میانش یا گفتیم در پشتش کوههای گناه بار است، اما به نزد تو آمد تمام آن گناه ها را میبخشی، چگونه که در حدیث قدسی آمده هست پروردگار آن گناه ها را میبخشد. و با این نمود طلب مغفرت به سوی پروردگار برگشتن، این خود عبادت است، این خود عبادت است و بندگی هست که انسان به الله بگوید که چگونه که بخشیدن را دوست می‌داری، میخواهم مرا هم ببخشی و میدونیم که انسان بی خطا نیست. اینجا در زیادی ها البته تمام دعاها عبادت است، ولی اونه که صادقانه به الله استغفار میکند، صادقانه علل خصوص در شبهای قدر که شبی نوشت تقدیر یک ساله هم هست، یکی از نامهای این که لیلة القدر نامش شب قدر است، این است که تقدیر یک ساله بنده ها نوشته می شود. زیادی ما طلب فرزند میکنیم، طلب زندگی خوب میکنیم، طلب آسایشتگی میکنیم، اما آنهایی که خالصانه این شبها و یاد گناه خود می افتند و همون گناهی که پیامبر به همسر خود گفتند که از الله طلب کن تو را ببخشد، مرا ببخش گویان زانو در نزد الله میزنیم، این گونه انسان ها کم هستند. گویا که گناه نداریم و زیاد انسان با عبادت هایی که در رمضان کرده است یکی مغرور می شود که من روزه‌دار هستم، من این همه شبها رو بیدار خوابی کردم، نماز خواندم، دعا کردم. گویا که فراموش میکنیم که گناه هم داشتیم، گناه های زیاد هم هنوز داریم. برای همین انسان زمانی که گناه خود را فراموش کرد و فراموش کرد که او از روی اینکه بالای نفس خود غالب آمده نتوانست، بالای شیطان لعین غالب آمده نتوانست، چقدر به گناه دست زده است، وقتی انسان اینها را فراموش میکند دوباره او مغرور میشود و گناه دست زدن او آسان میشود. و اینجا بعضی از علما میگویند انسانی که گناه نمیکند و مغرور است، او به مراتب بدتر است و درجهش هم پایانتر است از انسانی که گناه میکند و به یاد گناه های خود در نزد الله خاکساری میکند و فروتنی میکند. یعنی همیشه در نزد الله سرش خم است، همیشه خود را در نزد پروردگارش شرمنده احساس میکند و میگوید پروردگارا گناههای مرا بخش، گناههای مرا بخش. پس این دعای حضرت عایشه رو هم فراموش نکنیم. و کسایی که میگن نه حفظ کردنش برای من مشکل است، مهم این است که با قلب خود
با زبان خود، با قلب خود، با وجود خود به نزد الله همیشه با خوری و با فروتنی و با پشیمانی زانو زنیم و دست برداریم که الهی من گناهایی که من کردم تو ببخش که تو خود بخشاینده هستی. اینک عفو تحب العفو. و چیزی دیگر، بخشش گناه ها کردن در رمضان در غیر رمضان سبب زیاد شدن مال انسان می شود، سبب زیاد شدن فرزند می شود، عموما برکت عمر می شود. در ما از زبان پیامبرش الله در سوره نوح می گوید فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. وقتی شما زیاد استغفار میکنید که این عینی بندگی است، این فروتنی در نزد الله است، این خاکساری در پیشگاه الله است، پروردگار برای شما مال و فرزند شما را زیاد میکند، بارشات باران را و جنات و نعیم و باغ و گلستان ها را برای شما می افزاید. پس عزیزان، به خاطر آنکه زندگی آسایشته داشته باشیم و این چنین در نزد پروردگار خود کاملا از بندگی خود یا گفتیم بندگی خود را، بیچارگی خود را به تن گیریم، قبول کنیم، این شبها را به جز دعا و به جز نماز با استغفار هم، با توبه و با پشیمانی هم باید سپری کنیم. پس اینجا گفتیم یکی این دعاهای بود که به حضرت عایشه پیامبر آموزانیدن که این دعا را بگو. اما خود پیامبر باز چی کار میکردن؟ ما در برنامه های پیشتر گفته بودیم که یکی از عمل هایی که پیامبر در ماه رمضان ترک نمی کردن این خیر و سخاوتشان بود و حتی از باد یا شمالکی که فراگیر است تو همه رو فراگیر میکند از آن هم فراگیرتر بود، یعنی خیرشان به همه میرسید، به همه، هر کسی که هست از خیر پیامبر بهره مند میشد. و اینجا خواهران زیادی هستند و حتی برادرانی هستند که میگویند مسلمان اینقدر خیر و خیر میگویه، از کجا ما خیر کنیم وقتی خود محتاج هستیم؟ وقتی خود محتاج هستیم خیر را باید انسان هایی که تاجر هستند، پولدار هستند، آنها بکنند. ما که دیگر در یک روز درآمدی 60 سومانی و 30 سومانی داریم، از کجا آخر خیر بکنیم؟ ما گویا که از اجر خیر محروم هستیم. اینچنین خواهرانی هم هستند که میگویند مویان همیشه دستنگر شوهر هستیم، خودمون که نه یک رأس المال یا گفتیم پسنداز داریم، نه خود صاحب چیزی هستیم که از آن خیر کنیم. از کجا خیر کنیم؟ تو که این سنتی که پیامبر همیشه در رمضان میکردن ما هم انجام بدهیم. عزیزان، در ما حدیث پیامبر است، میگویند 1 دینار جای 100 دینار را گرفت، یا فراموش کرده باشم 1000 دینار را گرفت. وقتی صحابه ها میپرسند که چگونه 1 دینار میتواند جای 100 دینار یا 1000 دینار را گیرد، پیامبر میگویند یک انسان 2 تا تنگه داشت، 1 تای آن را خیر کرد، گویا که اون نصف مال خود را خیر کرد. یک انسان دیگر مال زیاد داشت، از آن 100 تنگه اش را خیر کرد، او از 1000 یا از 100 یک قسمش را هم خیر نکرد. یعنی برای خیر کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اتقوا النار ولو بشق تمره. شما حتی با نیمه خرما را صدقه کردن باشد هم خودتان را از آتش جهنم دور کنید. با نیم تا خرما هم شما می توانید خود را از آتش جهنم نجات دهید. این صدقه و خیر است. یعنی 1 برده نان ما، 1 کاسه خوراک ما، 1 پاره لتچه‌ای که در داخل صندوقمان هست، 1 سامانی که از 30 سامانمون سامانش را جدا میکنیم، این همش خیر است مادامی که از کسب حلال به دست ما آمد، سبب نجات ما از جهنم می شود و سبب رضایت پروردگار می شود که درهمی که با راه حلال انسان به دست آورد و در راه الله خیر کرد، چگونه که در حدیث آمده است پروردگار آن را برکت می دهد، نما می دهد و انسان تا 700 و از آن درجه زیادتر اجر و ثواب می گیرد. یعنی در دهه اخیر همراه نماز خواندن و همراه دعا کردن و همراه استغفار کردن یا طلب بخشش گناه ها کردن، ما نباید صدقه کردن رو هم فراموش کنیم. چیزی دیگر در این دهه اخیر عزیزان یا 6 روزه که برای ما و شما باقی ماند، کناره‌گیری از مردم است. چه اندازه‌ای که ما با مردم مشغول هستیم،
و در داخل مردم هستیم، همان مقدار از الله دور می شویم، مگر اینکه با انسان‌های خدا ترس همراه باشیم که آنها ما را به یاد الله میزنند، می اندازند و مایان هرچی با آنها صحبت کردیم قلبمان پر از محبت پروردگار می شود. اما زیادی ها تلفن های دستی ما، گروه هایی که در داخلش هست که همیشه با آنها بودیم، لیکن نگذاریم 6 روز آخر رمضان را هم با این اختلاط با مردم، مشغول شدن با مردم، فلانی مرا چی گفته است، فلانی در حق فلانی چی گفته است، فلانی برای اید چی می پخته است، چی می خریده است، کجا می رفته است، با این مشغول کنیم. برای آنکه ببینید عبادتی که در این شب‌های باقی مانده ما می توانیم انجام دهیم و اجرش را گیریم، مثل عمر یک انسان است. 84 ساله حیات یک انسان است که ما این را دیگر به دست آورده نمی توانیم. از این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم کلا اعتکاف می نشستند و چه خیلی که گفتم مردم را به حالش می گذاشتند. در گوشه از مسجد تمام شب بیدار خوابی و نماز، و روزها البته کمی انسان خواب نکند دیگر علاجش نیست، یا در شب یک قسمش را خواب نکند دیگر به پای ایستاده نمیتواند، با عبادت میگذرانیدند. چیزی دیگری که زیادی در ما هست، ما ختم قرآن و خواندن قرآن، دیگر ماه رمضان ماه قرآن هم هست، ولی متاسفیم برای نفرانی که قرآن میخوانند اما عمل کننده آن نیستند، در حالی که الله قرآن را فقط برای خواندن، برای حفظ کردن به ما نفرستاد. برای همین استادی دارم که هنوز هم ازشان درس میگیرم، و نزدیکی گفته بودن که آیا میدانی مسلمه، وقتی که مردم یعنی یک چند تفسیرها رو خوندگی هستن، از تفسیر طبری شروع کرده تا تفسیر حتی علمای معاصر مثل ابو زهره و دیگرها، میگوین من وقتی پرسیدم که استاد این همه تفسیر با اون همه مجلد که 10 مجلد و 4 مجلد و 6 مجلد و تا 18 مجلد است، این تفسیرها رو چطور توانستید همش رو تمام کنید؟ چگونه؟ یعنی این برکتی وقت از کجا هست که ما که هنوز با یک تفسیر ابن کثیر و قرطبی چندین سال است که نمیتوانیم با شاگردها تمام کنیم. ایشون به من گفتن که میدونی مسلمه، وقتی که مردم در رمضان مشغول ختم قرآن بودن، من یک قسم ختم میکردم، یک قسم تفسیر میکردم، یعنی تفسیر میخوندم، و هر رمضان برای خود نقشه میگذاشتم که من این رمضان تفسیر ابن کثیر رو میخونم، رمضان دیگر تفسیر صابونی رو میخونم، رمضان دیگر تفسیر قرطبی رو میخونم. همین گونه اگر حاضر 57 58 ساله باشم، تقریبا من از 17 سالگی هر رمضان برابر ختم قرآن یک تفسیر رو هم ورقهایش رو تقسیم کرده تمام کرده هستم. از اینجا بود که یعنی در مسئله فهمیش آیات های قرآن و تفسیر خیلی خیلی وسیع بودن، یا گفتیم چقور علمی چقور داشته بودن. برای همین عزیزان، برای نفرانی که خیلی خیلی جان میزنیم که میخواهیم قرآن رو ختم کنیم، البته باید ختم کرد، ما اجر ختم رو میگیریم، ولی ببینید پیامبر ختم میکردن، یعنی قرآن رو همش رو به جبرائیل میگذرانیدن، صحابه ها هم، اما آنها میفهمیدن که الله در قرآن چی میگوید. برای همین به مغز استخوان آنها قرآن تاثیر میگذاشت. آیت های انعام، آیت های انفال، آیت های بقره و مائده، آیت های لقمان و آیت های حجرات قلب آنها را زنده میکرد. برابر ختم قرآن، حدی اقل، من نمیگویم تمام قرآن را تفسیرش رو خوانیم، بیایید حدی اقل سوره های کوتاهی که در نمازمان میخوانیم در همین رمضان، حتی در 6 روز آخرش باشد، از تفسیرش هم باخبر باشیم که 1 ساعت برای آموزش تفسیر، که تفسیر زبانی روسی هم الحمدلله الان وجود دارد، تفسیر آسان بیان هم هست در تاجیکستان که پروردگار مؤلفش را زیر رحمتش قرار بدهد که این یک نعمتی بی‌بهای یا خدمتی برای مردم تاجیکستان کردن. تفسیرها با زبانهای فارسی هم هست. بیایید حدی اقل یک جزء عامه اگر اون را نتوانیم یا حتی گوش کرده، یعنی علمای فارس زبان یا برادران تاجیک، اهل علم تاجیک تفسیر قرآن کرده هستند، در یوتیوب کم نیستند، حدی اقل سوره هایی که در نمازمون میخوانیم از تفسیرش با خبر باشیم، تا اینکه در حقیقت قرآن راهنمای زندگی ما باشد.
قرآن راهنمای زندگی ما باشد و ختم ما فقط خواندن نباشد، این چنین فهمیش و عمل باشد که قرآن آمد تا که ما، یا پروردگار قرآن را نازل کرد تا که ما عمل کننده با آن باشیم. از اینکه رمضان است و با زیاد صحبت کردن بنده هم کمی ضعیف و بی‌قوت میشوم و برای شما هم صحبت رو طولانی نکنم، همینجا صحبت امروزه رو به پایان میرسانم با امید آن که این 6 روز آخر رو طوری گذرانیم که گویا که دیگر این 6 روز هرگز نمی آید، که در حقیقت مدت 1 سال نمی آید و این چنین دعاها در شب‌های قدر اجابت است که شب‌های مبارک و رحمت پروردگار، دعای روزدار در وقت افطار اجابت است. در حق همدیگر دعا کردن را و در حق تمام مردم مسلمان، علل خصوص مردم تاجیکستان، که پروردگار مایان را سرجم کند، در عدل و در عدالت و در برکاتش بگذار نسل آینده فرزندان ما زندگی کنند، دعا را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.